سلام احترامات خدمت تمام دوستای عزیز. باز به چینل خودتان خوش آمدید. چینل خودتان رو لایک و سابسکرایب کنید. لایک سابسکرایب یادتان نره. با خوش آمدین بازم به یکی از آموزش های دیگه ما، آموزش های سوالات راهنمایی رانندگی آلمانی بگونه 3 را شروع میکنیم. انشالله که موفق باشین. انشالله که از این من بتوانم به شما یک آموزشی خوبتر و بهتر آماده کنم و مورد پسند شما شوه و انشالله که موفق شوین. شروع میکنیم از سوال اول. اگر هنگام رانندگی احساس خستگی کنید چی میکنید؟ و آلمانیشم میخواین که براتون بخوانم، باز در کامنت ها نوشته کنین که آلمانی را براتون بخوانم یا نخوانم یا همی تنها فارسیش کفایت تان میکنه. در کامنت ها نظراتتان را نوشته کنین که هر نظر شما برای ما بسیار مهم است. نظراتتان نوشته کنین. اگر ویدیو مورد پسندتان هست نیست و کدام سوالی دارین در حساب دیگه بخشا، من در خدمتتان هستم. انشالله که موفق باشین. خب گفته هنگام رانندگی که خسته میشوین چی کار میکنین؟ و جوابش هم هست استراحت فوری و هوای تازه گرفتن. از این سوال دو جوابش درست است. استراحت فوری و هوای تازه گرفتن، دو جواب. سوال بعدی، وقتی کودک پشت چراغ راهنمایی رانندگی منتظرند چه انتظاری باید داشت؟ اینکه بچه ها همدیگر را به سمت جاده هل می دهد، تله می کنند. اینکه بچه ها با هم هنگام چراغ قرمز می دوند چون که به نظرشان خیلی طول می کشد. اینکه بچه ها از قبل از تغییر چراغ راهنمایی سبز به زرد در جهت حرکت می کند که در جهت شما حرکت می کند، شروع به دویدن می کنند. همون در جهتی که شما رانندگی می کنین شروع به دویدن می کنند. هر سه جواب از این سوال درست است. اینجا ما یک ویدیو داریم، ویدیو را می بینیم. چراغ سرعت ما رو کم کردیم. این در یک گوشه در پشت این فن سفید یک طفل آمد، از اینجا دوید داخل سرک شد. در این سوال چی گفته؟ چرا در اینجا باید آهسته رانندگی کرد و ترمز کنید؟ چرا؟ سوال گفته چرا و جوابایش گفته زیرا شرایط ترافیکی گیج کننده هست. زیرا در جاده بچه حضور دارد. بله درست است. این جواب درست است. سوال بعدی ما یک تصویر است که دو نفر در بغل طرف سمت چپ جاده استاد است که از عابر پیاده عبور کند. چی گفته؟ چه رفتاری باید داشته باشید؟ چه رفتاری باید داشته باشیم؟ توقف میکنیم تا افراد حاضر از جاده عبور کند. بله، فقط یکیش درست است. سوال بعدی ما 5 امتیاز است. چرا سبقت گرفتن حتی در مسیر صاف خطرناک خواهد بود؟ در مسیر صاف چرا؟ فقط جوابایی که درست است ما برای شما میخوانم. خب
چرا سبقت گرفتن حتی در مسیر صاف خطرناک خواهد بود؟ جواب درستش طول مسیر سبقت از حد انتظار بیشتر است. خودروهای روبرو سریعتر از حد انتظار رانندگی می کنند. این دو جواب از این سوال درست است. ها یک ویدیو داریم، ویدیو را با هم می بینیم. سرعت ما داخل شهر هستیم 35 است نظر به شرایط دید ما. پیش روی ما یک ماشین آمد و اونجا پارک کرد و دوباره لباس کرد. ببینیم سوال چی گفته. اکنون چه رفتاری انجام می دهید؟ اکنون چه رفتاری انجام می دهید؟ خب جواب کاهش شتاب و آمادگی برای ترمز. اینجا می گفته در جواب دومی انحراف به چپ اصلا درست نیست. ادامه رانندگی دادن به رانندگی خود ادامه اصلا هم درست نیست. فقط یکیش درست است که ترمز کنی و سرعت خود کم کنی، ترمز بکنی. سوال بعدی هم یک تصویر است. تصویر که حادثه رخ داده و سوال چی گفته؟ چرا راننده؟ خب حادثه رخ داده و مردم هستن و سوال چی گفته؟ چرا رانندگی و عبور از این وضعیت تصادف خطرناک است؟ از این وضعیت تصادف خطرناک است وقتی تو رانندگی کنی. چرا؟ و این عرصه جواب از این درست است زیرا وضعیت ترافیکی نامشخص است. زیرا امکان تصادف دوم است. زیرا عابر پیاده می تواند نادیده گرفته شود. عابر پیاده که دی اطرافت عبور میکنه شاید رانندگی گرفته شود. درست است، راست میگه. این عرصه جوابش درست است. سوال بعدی ما هم که 4 امتیازی است، مربوط به دارو میشه. کدام داروها میتواند پس از یک بار مصرف منجر به ناتوانی موقت در رانندگی شود؟ با یک بار مصرف موقت مثل هیروئین و کوکائین و آمفتامین، ویتامین ها، همون ویتامین هایی که هستن مثل پاراستامول و اینا که خواب آور و چیزا هستن، و LSD و حشیش، ماریجوانا. با یک بار مصرف از یا که مثلا وقتی رانندگی باشین شما موقتا باید رانندگی نکنید اگر از یا مصرف کردید. خب بازم یک تصویر داریم. جاده ما جاده فرفیت است. قبلیت ما داریم و سوال ببینیم چی میگه. چه کسی در اینجا باید تغییر جهت را نشان دهد؟ چه کسی؟ مشخص است باید همگی ما. در جوابا چی گفته؟ جوابام همه درست است. موتور سوار، خودروی قرمز، من. عرصه ازی باید بلنکینگ کنه، یعنی چراغ چشمک زن خود بزنه، از مسیر خارج شوند. سوال بعدی ما ویدیوست. ویدیو را پلی میکنیم میبینیم. اینجا تابلوی 70 داشتیم، سرعت محدودیت 70، سرعت ما هم 70 است. این در چهارراه اینجا رسیدیم. ماشینم داخل میدان است. باید چی کنیم؟ سوال چی گفته؟ خب در اینجا به چی چیزی باید توجه داشته باشید؟ چه چیزی؟ من باید به خودرو حق تقدم بدهم. بله. من باید سرعت را بیشتر کم کنم. سرعتش چنده؟ 60. باید سرعت خدا باید اینجا کم کنم از 70. باید خب بخی استاپ شوه، بفهمه، یا خودم متوجه بسازه
که این چارایی دوباره می ویدیو را میبینیم. سرعتش در چنده؟ در 40 کم نیست. باید خوب صحیح سرعت خود کم کنه. پیش از این رسیدن در میدان باید سرعت تا حداقل 2.5 یا بیخی باید استاد شوی، ببینی که او موتر در مسیر مسیر خود کجا مشخص میکنه مسیر خود. اگر شما عبور کرد شما باید استاد شوید. اگر بخواید این سرک شما سینده طرف سمت چپ بروه شما میتونید داخل میدان شوید. به غیر از او حق ندارین، چون که حق اولیت از اوست. او باید مسیر خود مشخص کنه. او مسیر خود که مشخص کرد بعد از او با شما میتوانید به رانندگی خود ادامه بدین. با این سرعت نه، سرعتتان بسیار باید کم باشد در این وقت. میریم سوال بعدی. سوال بعدی ما 3 امتیاز است. چگونه میتونید با نور پایین از خیره شدن و به ترافیک پیش رو جلوگیری کرد؟ فقط میتونید از لامپ های تایید شده برای چراغ جلوی مربوط استفاده کرد. بله، محدود چراغ های جلو بستگی به وضعیت بارگیری خودرو تنظیم می شود. درست است. پس از هر تغییر چراغ جلوی باید تنظیمات آن را بررسی شود. بله، هر سه جواب درست است. سوال ما گفته که در ترافیک مقابل در همان خط یک اتوبوس عمومی با چراغ‌های خطر روشن در یک ایستگاه اتوبوس توقف می کند. چگونه رفتار می کنید؟ یک جواب از این درست است. جواب درستش سرعت خود را تا حد پیاده روی کم می کنیم. سرعت پیاده روی mit Geschwindigkeit. یعنی سرعت پیاده روی تا چند است؟ 4 افت. 4 تا افت کم ها. بله دوستان، سوال بعدی ما 3 پونکت داره، یعنی 3 امتیازی هست. و ببینیم چی گفته. چگونه می توانیم در بزرگراه درخواست کمک کنیم؟ چگونه؟ خب، استفاده از شماره تلفنی 112 یا 110 شماره اضطراری هستند. شماره گیری در اورژانس. بله. استفاده از ایستگاه های خدماتی آزاد. درست است. هر سه جواب از این سوال درست است. سوال بعدی ما چی است؟ یک تصویر است. تصویر رو میبینیم. چی گفته؟ ما میخوایم این لاینا که هست روی سرک مسیر مستقیم نشان داده و دست راست و دست راست ما و مستقیم حق دارن که حرکت کنن. مسیر مستقیم و دست راست حق دارن که حرکت کنن، چون که چی است اینجا؟ مسیر مستقیم باز است، فقط دست چپ ها نمیتونن حرکت کنن، سرخ است. و سوال ما چه گفته؟ شما ناخواسته به لاین سمت راست رفتید، در حالی میخواهید به چپ بپیچید. چگونه میتوانید به رانندگی ادامه دهید؟ ناخواسته آمدید اینجا، حالا دیگه هیچ انتظار دیگه نیست که تو طرف چپ بری. چی میکنی؟ خب، مسیر مستقیم را ادامه میدهم. درست است. جوابای درست. مسیر مستقیم را ادامه میدهم، به راست میروم، فقط همین. مسیر مستقیم ادامه میدم چون که من در مسیر مستقیم هستم، در خط
مسیر مستقیم هستم یا به راست میروم یا طرف راست میرم، چون که فلش خورده طرف راست. این دو مسیر بر من باز است. مسیر سمت چپ حق ندارم فعلا داخل شم، چون که من اشتباهی اینجا آمدم، باید دمی مسیر ادامه بدم. این دو جواب درست است. سوال ما سوال های امتحانه. کدام رفتار گفته صحیح است؟ ما اینجا یک تابلو داریم. تابلوی گفتم که فلش خورده که ما فعلا در سرک فرعی هستیم و این ماشین دیگم آبی هم در سرک فرعی است، موتورسیکل در سرک اصلی و فلش خورده که از طرف چپ و طرف راست فلش خورده که سرک اصلی ادامه داره و ما تابلوی فوفیت گیوگن داریم، یعنی حق را باید تقدیم کنیم و ببینیم جوابا کدامش درست است. جوابای درست: باید اجازه عبور موتورسیکل سوار را بدهیم. بله. باید به خودروی آبی اجازه عبور بدهیم. بله. چرا؟ چون که فعلا وقتی که این رد شد و ما باید اینجا چی را مد نظر بگیریم؟ حق اولیت راست به چپ. اینجا حق اولیت راست به چپ است، یعنی حق اولیت او داره، او را اجازه بدیم که طرف راست قرار داره. بعد از اون ما بریم. خب دوستا، سوال بعدی. خدا کنه که ویدیو ما رو مورد پسندتان قرار بگیره و خسته کن نشوه سوال برای شما. اگر نظریات پیشنهاداتی هم دارین در کامنت برای ما بنویسین. ما منتظر نظرات و پیشنهادات شما دوستا هستم برای بهتر شدن، هرچی خوبتر شدن ویدیوهای آموزشی ما. این ویدیوهای آموزشی بسیار واقعا بسیار کمک میکنه برای شما دوستا که در امتحانا سربلند باشین، سربلند و پیروز باشین. این ویدیوها یا آموزش ها واقعیت بسیار خوب هستن برای هم تک تک شما که بخواید فوشاین بگیرین. بسیار بسیار کمک میکنن. و این سوالم، خب این سوال ما 5 امتیازی هست. میخواهید در جاده اصلی به سمت راست بپیچید. به چی چیزی باید توجه داشته باشید؟ سوال جواب درست: به وسایل نقلیه‌ای که هم از راست و هم از چپ می آید. بله. جواب درست بعدیش: به دوچرخه سوار و عابر پیاده که در کنار یا پشت سر شما هستند. بله درست است. سوال بعدی ما یک تابلو است. چه گفته؟ این تابلوی راهنمایی چه چیزی را نشان می دهد؟ این تابلو. جواب درست: مسیر تعبیه شده مخصوص دوچرخه ها. سوال بعدی یک تصویر است. تصویر ما که خارج از شهر هستیم. لاین سرک ما توامدار است، پیش روی ما تراکتور است. این لاین ها را شما باید در امتحانا وقتی هم تصویر ها میایم دقت کنین که سوال چی گفته و جاده ما چه رقم است، شرایط جاده ما چه رقم هست، سرعت ما چه است. تمام چیزا باید ببینین، مد نظر بگیرین، تمام شرایط.
سوال سعی کنین در این جاده اصلی به چی چیزی باید توجه داشته باشین. درست است؟ میبینیم چراغ ما را، در پشت سر ما نفر نباشه، موتر نباشه، در حال سبقت نباشه، در حالی که جاده سبقت نیست، جاده سبقت نیست، حق سبقت ندارین. از مرز لاین های نباید عبور کرد. بله، از این مرزهای لاین باید عبور، طرف چپ نروین. پارک کردن ممنوع است. در این جاده پارک کردن اصلا، پارک یا توقف ممنوع است، چون که جاده است که حق دیگه موترا حق سبقت گرفتن از شما نداره و شما نباید در این جاده چی کنین؟ توقف کنین. توقف کردن ممنوع است و از لاین جاده باید عبور نکنید. این دو جواب درست. سوال بعدی. خب دوستای عزیز، این سوال ما 4 امتیازی هسته. سوال گفته شما با چراغ‌های روشنایی روز به داخل تونل نورانی که در شکل مشخص شده، در این توی شکلش است مشخص شده، را رانندگی میکنید، چگونه رفتار میکنید؟ جوابا درستش چراغ‌های نور پایین ماشین را روشن میکنیم، یعنی ابلینکلیشت. چراغ‌های نور پایین روشن میکنیم داخل تونل. یک جواب درست است. سوال بعدی. 3 امتیاز. شما با یک وسایل نقلیه مترو با گیربکس دستی رانندگی میکنید. کدام رفتار باعث آلودگی محیط زیست می شود؟ 2 جواب ما در این سوال درست است. رانندگی در مسیرهای ناهموار، گاز دادن متناوب پشت چراغ قرمز. 2 جواب درست است. سوال بعدی ما ویدیو هست. ویدیو را با هم میبینیم. سرعت مشخص کنیم. سرعت ما اینجا 70 است. هر ویدیو را که میبینید سرعت سعی کنین شرایط جاده را ببینین. ویدیو را خوب سعی با دقت ببینین. تا 5 بار شما حق دارین امتیاز که این ویدیو را ببینین. دوباره از سر بازم اگر نتونستین ندیدین شرایط جاده همه 4 بغل سعی کنین، سرعت خود سعی کنین، آینه بغل و این تابلوهایی که در جاده هست همه ایشه با دقت ببینین که شرایط چه رقم است. بعد از او میتونین بیاین سوال را بخوانین. سوال چی گفته؟ خب سوال ما این گفته اکنون چه رفتار صحیح است؟ شما خود دیدین ویدیو را. چی رفتار صحیح است؟ خب 2 جواب ما اینجا درست است. جواب اول درست. اول از حرکت سریع فرمان اجتناب میکنم، یعنی فرمان را زیاد تکانش نمیتم. و جواب درست بعدی ما سرعت را کاهش میدهم، سرعت خود کم میکنم چون که جاده خیس شد. جاده خیس است. سوال بعدی ما یک تصویر است. 4 امتیازی. در این شرایط باید به دنبال چی چیزی باشید؟ شرایط دنبال چیزی. در یک پیچ هستیم. خب اینجا چی گفته؟ جوابای ما هر سه‌اش درست است. مثلا عبور گوزنی، حیوانای وحشی، ترافیک روبرویی که پیچ را قطع کرده، یعنی ترافیک روبرو میشه که
طرف مسیر تو یکم ذره بیاد. بسیار متوجه باشین. وسایل نقلیه که در لاین من بایسته حرکت میکنه میشه وسایل و نقلیه که در کشاورزی در این لاینی که شما حرکت میکنین باشه، تراکتوری یا موترهای بار بالا که سرعتشان کم است حرکت کنه. این شرایط رو مد نظر بگیرین. آماده باشین که سرعت خود کم کنین یا از اونا بتونین سبقت بگیرین و اینجور. هر سه جواب درست است. سوال بعدی ما 4 امتیازی هسته. چه علتی اغلب منجر به تصادف به اصطلاح دیسکو در بین رانندگان جوان می شود؟ 2 جواب اینجا درست است. جواب درست است میل شدید به ریکس کردن، عدم درک کافی ترافیکی. و این 2 جواب درست است. عدم درک کافی ترافیک. بله، هر 2 جواب درست است. سوال بعدی 4 امتیازی. در جاده خارج از مناطق مسکونی. و این 4 امتیازی است. در جاده خارج از مناطق مسکونی خودرویی که جلوی شما قرار دارد بسیار کنتر از حد مجاز و ممکن حرکت می کند. روش صحیح اقدام چیست؟ خب، جواب درست سرعت را با سرعت آن ماشین تنظیم می کنیم. بله. جواب بعدی درست. در فرصت و جای مناسب سبقت می گیریم. درست است. هر 2 درست است. سوال بعدی هم 4 امتیازی است. سوال می خوانیم. یک خودرو سوار پس از سبقت گرفتن بدون فضای کافی جلو شما می پیچند. چگونه رفتار می کنید؟ جواب درست. خونسردی خود را حفظ کرده و از درگیری اجتناب می کنیم. بله. ترمز کردن تا فاصله امیری را حفظ کرده باشیم. ترمز. بله. 2 جوابش هر 2 قانع کننده و دقیق درست. سوال بعدی ما 4 امتیازی هسته. خب، چی گفته؟ خطر ایجاد تصادف در هنگام رانندگی وسیله نقلیه موتر را در سنین 18 تا 24 سالگی به طور قابل توجه افزایش می‌یابد. علل مکرر این امر چیست؟ خب، هر 3 این جواب درست است. تجربه کم رانندگی در این سنین دارد. میل شدید به ریسک کردن و این سوالم هر 3 جوابش درست است. سوال بعدی ما یک تابلو هست. این تابلوی منفی یعنی ممنوعیت است. چی گفته؟ 2 امتیاز هم است. سوال ما چی گفته؟ با کدام وسایل نقلیه مجاز به تردد در جاده های مشخص شده در این شکل نیستند؟ به کدام وسایل نقلیه مجاز به تردد در جاده های مشخص شده در این شکل نیستند؟ خب، این تابلو به کدام وسایل یعنی کدام وسایل را مشخص کرده که در این جاده نمیتونن رانندگی کنن؟ جوابا 2 تا جوابش درست است. ماشین با کاروان با طول کلی 11 متر
اینجا چند متر زده؟ 10 متر تا 10 متر حق دارد. خب تراکتور با تلری با طول کلی 12 متر. این دو جواب درست است. یعنی پیش از 10 متر باشد حق ندارند. تا این جاده را استفاده کنند، این جاده رانندگی کنند. سوال بعدی ما 3 امتیازی: شما در حال رانندگی با یک وسیله نقلیه تمام الکترونیکی در یک منطقه مسکونی هستید. با توجه به صدای کم رانندگی خود باید برای چه چیزی آماده باشید؟ جواب درست: عابر پیاده متوجه من نمی شوند یا دیر متوجه من می شود. جواب درست بعدی: این سوال دو جوابش درست است. عابر پیاده متوجه من نمیشه چون که ماشین الکترونیکی است، اصلا صدا نداره. شاید دیر متوجه شوند. و دوچرخه سوارهایی که جلو ما رانندگی میکنند، دوچرخه سواری میکنند، اصلا متوجه من نمیشه، به سمت چپ میپیچند بدون از اینکه ببینه، به سمت چپ میپیچند. و این هر دو جوابش درست است. میریم سوال بعدی ما، سوال 28م یا 3 2 امتیازی هست. چگونه میتوانید چراغ راهنمایی معیوب را هنگام رانندگی تشخیص داد؟ معیوب. خب چراغ راهنمایی سریعتر از حد معمول چشمک میزند. بله، هر وقت که معیوب باشه یا یک چراغ ما چشمک زن، چراغای چشمک زن موتر ما یک شما معیوب باشه، خراب باشه، کار نکنه، و چراغای دیگه از زود بسیار تیز میزنه، یعنی مشخص میکنه که کدام گپی هست. باید این سوال تکنیکی هست که باید ایره یک دو جواب داره. یک جوابش درست است که باید با دقت بخوانین و جواب درستش تک مارک کنین. میریم سوال بعدی ما، آخرین سوال ما که 2 امتیاز است. یا خب سوال ما سوال تکنیکی هست. عواقب ناکافی مایع یخ کننده در موتر چی میتواند باشد؟ منجر به گرم شدن بیش از حد موتر شود، منجر به خرابی موتر شود. بله، 2 جواب از این سوال هم درست است. ها دوستای عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودین و امیدوار هستم که از این ویدیو هم یک چیز شما بهره برده باشین و انشالله که این سوالا هم به شما کمک کنه. تا آخر ویدیوهای ما باشین، تا آخر سوالهای ما باشین و این ویدیوها همگی مربوط خودتان میشه. این ویدیوها را که من درست میکنم فقط به خاطر حمایت کنین از چینل خودتان، از چینل خودتان حمایت کنین. ویدیوهایی که مورد پسندتان است سابسکرایب کنین، با دوستانتان شریک کنین، کسایی که میخواین گواهینامه رانندگی آلمانی بگیرن. این ویدیوها برای شما 100% کمک میکنن، 100%، چون که خودم از این ویدیوها استفاده کردم و تانستم امتحان اشتراک کنم و بسیار با یک نتیجه خوب امتحان موفق شدم. انشالله که شما هم موفق باشین، پیروز باشین، کامگار باشین. لایک و سابسکرایب یادتان نره و روز شبتان خوش، زنده و پیروز و کامگار باشید. خدا یار و نگهدارتان.